سلام بچه‌ها، بریم با هم دیگه بیت کوین رو بررسی کنیم ببینیم که وضعیت مارکت به چه شکلی قرار داره. نسبت به تحلیلی که چند هفته پیش گذاشتیم در رابطه با بیت کوین، آخرین تحلیلی که در یوتیوب گذاشتیم، اتفاق خیلی خاصی در مارکت نیفتاده. اگر اون ویدیو رو نگاه کرده باشید، صحبت کردیم که گفتیم توی این محدوده ها ما انتظار داریم که چند هفته بازار ما بخواد رنج بزنه تا اگر قرار باشه صعودی داشته باشیم یک کف‌سازی خیلی خوب رو اینجا انجام بده، استاپ ها رو جمع کنه و همچنین که اگر هم قرار باشه نزولی داشته باشیم اینجا یه مدت رنج بزنه تا بعدش ما رو تعیین تکلیف کنه. و در تایم فریم هفتگی الان یه نکته خیلی مهمی رخ داده که میتونه تعیین کننده روند مارکت باشه و میتونه مارکت رو هم حتی شدیداً نزولی کنه که اون رو در ادامه با هم دیگه بررسی میکنیم. خب تو این محدوده ها که قیمت به اینجا رسید، ما از این محدوده ها لانگ هامون رو گرفتیم، اینجا هم یه سل رو گرفتیم. منطقه‌ای هست که منطقه رنج، خیلی ها اینجا سردرگم هستن. ما تحلیلش رو هم داخل کانال تلگرام گذاشتیم. خیلی از بچه‌ها از این پوزیشن فروش استفاده کردن، حالا سودهای خیلی عالی هم گرفتن. این تحلیلش دیگه تحلیل خصوصی بود و لانگ ها رو حالا ما داخل یوتیوب گفته بودیم. یعنی این فروش رو روز بعد صحبت های آقای پاول با توجه به شرایطی که وجود داشت داخل کانال وی آی پی خودمون برای بچه ها گذاشتیم که میبینید 11 دسامبر این رو ما برای بچه ها گذاشتیم. ساعتش هم اینجا برای شما کاملا مشخصه. صحبت کردیم، اینجا تاییدیه های خیلی خوبی رو با ما داشت نشون میداد مارکت و اومدیم و از این موقعیت فروش استفاده کردیم. و دلار هم که بچه‌ها طبق تحلیلی که داشتیم قبلا بهتون گفتم روی حدودا 88,000 تومان، اینجا گفتم 130,000 تومان رو داشته باشید. الان رسیدیم 130,000 تومان، دیگه کم کم آماده بشید برای 150 و 180,000 تومان. یه تحلیل هم توی یوتیوب از دلار داشتیم که راجع به طلا هم اونجا صحبت کردیم. این تحلیل رو هم اگر ندیدید حتما برید و مشاهدهش کنید. دلار 180,000 تومانی و طلای 5,000 دلاری. خب بریم سراغ بیت کوین. اتفاق خاصی پس فعلا اینجا نیفتاده. ما داریم با بچه‌ها از نوساناتی که اینجا وجود داره استفاده میکنیم. حالا نقدینگی ها رو بررسی میکنیم، شرایط بازار رو بررسی میکنیم. اینجا میبینیم که ما یه مقاومت بسیار عالی داشتیم. قیمت اومد اینجا کندل های خیلی عالی رو هم برای تاییدیه و ما داد، حتی خط روند ما رو شکست. یه دوره دیگه برگشت، نقطه ورود داد برای کسایی که جا مونده بودن و همه بچه‌ها از این فرصت استفاده کردن. سودای خیلی عالی رو گرفتیم. اما الان چه اتفاقی ممکنه در مارکت بیفته؟ برمیگردیم تایم های بالا، تایم ماهانه. من مووینگ ها رو اینجا میندازم ریچارد. خب ما اینجا حمایت مووینگ 20 تایم فریم ماهانه رو داریم. میبینیم که قیمت ما ماه گذشته اومد اینجا شادو زد، زیر این نبست. گفتن که اگر زیر این ببنده چه اتفاقاتی میفته و احتمال داره که اینجا یه توقف داشته باشه، که همین اتفاق افتاده. این ماه هم هنوز 15 روز مونده و اینجا داره تو تایم پایین رنج میزنه. من انتظار حرکت خاصی توی این ماه رو ندارم. چرا؟ چون آخرین ماه سال میلادی هستیم. خیلی از شرکت های بزرگ درگیر به مباحث مالیاتی هستند و ما تعطیلی بانک ها رو داریم. بازار کم حجمه و میتونه حرکت خاصی توی این ماه اتفاق نیفته. برای ماه بعدی از 15 ماه بعدی به بعد بازارها حجمشون بیشتر میشه و ما احتمال داره اگه حرکت صعودی داشته باشیم اونجا ما این حرکت رو مشاهده کنیم. از تو تایم فریم ماهانه ما انتظار حرکت خاصی نداریم. اگر همینجا بخواد به همین شکل با یک بادی ضعیف ببنده، تاییدیه خیلی خوبی رو میتونیم برای ماه آینده بگیریم و خبر خیلی خوبی هست. اما در تایم فریم هفتگی چه چیزی اینجا وحشتناک شده؟ خب بچه‌ها، اینجا ما راجع به مووینگ 100 تایم فریم هفته یم اینجا صحبت کردیم که میشه همون 20 تایم فریم ماهانه. حالا این نسبتاش چطور میشه رو قبلا صحبت کردیم که مووینگ ها رو چطور میتونید به دست بیارید. مووینگ مثلا 20 تایم فریم ماهانه چطور تبدیل میشه به مووینگ 100 تایم فریم هفتگی و اینها. اینجا ما میبینیم که توی این محدوده حمایتی ما در تایم فریم هفتگی اوضاع آنچنان وحشتناک دیده نمیشه. قیمت ما اومده اینجا توقف کرده در حال کف‌سازی، همونطوری که ما اینجا یک کف‌سازی خیلی خوب رو داشتیم و بعد حرکت صعودی رو مشاهده کردیم. اوکی، در حال کف‌سازی هست، همچنان تأییدیه خیلی خوبی رو برای نزول به ما نداده، برای صعود هم نداده. صرفا از این موجی که داشتیم اومده اینجا توقف کرده، داره رنج میزنه. چه چیزی به ما تأییدیه میده؟ اگر قیمت بیاد و در هفته آینده یا همین هفته بیایم زیر مووینگ 100 تایم فریم هفتگی با یک بادی خیلی قوی، دیگه باید برای ارقام پایین‌تر تو مارکت آماده بشیم. و اگر اینجاها توقف کنه، همچنان باقی بمونه و طی هفته آینده یا هفته بعد ما یه دونه کندل
انگالفی یه دونه کندل پوششی خیلی خوب ببینیم مثل این کندل اینجا آماده میشیم برای لانگ گرفتن. ولی این رو حواستون باشه ما در آخرین مود سعودی هستیم اگر چنین اتفاقی بیفته و اینجا دیگه شما نمیتونید هر ارزی رو بگیرید بخواید ازش سود خیلی کلان کنید. ممکنه که خیلی از ارزهایی که بخرید با اینکه بازار سعودی باشه اونها اتفاقی براشون نیفته و حتی دارایی‌های خودتون رو از دست بدید. حالا ما داریم به بچه‌ها توضیحات کامل رو میدیم و همیشه راهنمایی میکنیم و شما همین موضوع رو مد نظر داشته باشید. خیلی تحقیق کنید، از نظر تکنیکالی ارزهایی که میخواید تو سبدتون قرار بدید رو بررسی کنید. یادتون باشه زمانی که قیمت اومد و به اینجا رسید من بهتون گفتم که صبر کنید، چند هفته باید صبر کنیم. چرا؟ چون ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم، یه سود خیلی عالی از مارکت بگیریم. بحث روی 100 دلار 200 دلار نیست، هر فردی میخواد 1 میلیارد 2 میلیارد بالاخره کار ما سرمایه گذاری بیاد و سرمایه گذاری کنه. صبر کنید تا تو جای مطمئن وارد بشید. همونطور که میبینید فعلا اتفاق خاصی نیفتاده، داریم از این نوسانات کوچیک استفاده میکنیم، یه سود خیلی خوب رو میگیریم، اما هنوز زمان این که بخوایم وارد بشیم و برای سرمایه گذاری و سودهای کلان وارد مارکت بشیم زمان این موضوع نرسیده. و من این رو بهتون میگم توی موج آخر ما پتانسیل این که بخوایم سرمایه هامون رو حداقل بین 2 تا 5 برابر کنیم وجود داره. مثل حالا دفعات در لینک این کار رو با هم دیگه انجام دادیم. پس اینجا فعلا ما باید منتظر بمونیم تا ببینیم تا کنیم به هفتگی ما طی هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد براش. کندل این هفته که مربوط به ماه دسامبر، کندل هفته بعد هم انتظار حرکت خاصی رو نمیتونیم داشته باشیم. حالا هفته بعدش دیگه احتمالات ما تاییدیه ها رو ببینیم اگر قرار باشه روندی سعودی داشته باشیم. اینجاها هم که ما گزارشات فروش زیادی داشتیم از صرافی‌ها، ما داخل وی آی پی تحلیل نهنگا این رو میذاریم معمولا برای بچه‌ها. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، معمولا جاهایی که صرافی‌ها ما میبینیم که میان مثلا مثل اینجا یه دفعه میفروشن قیمت یه دفعه باز برمیگرده بالا. اینجا هم خاطرتون باشه ما همین اینجا رو من بهتون گفتم و یه معامله لانگ خیلی عالی گرفت. اینجا کف حمایتی حالا خیلی خوبی میتونه باشه. همینجا هم اگر ما رفتیم تایم پایین، حالا من اینو میبرم توی 4 ساعته و در 4 ساعته در بیت کوین اینجا اومدیم و تاییدیه خیلی خوبی رو مشاهده کردیم. کف حمایتی خوبه، این خط روندش رو بخواد بشکنه ما کف حمایتی خوبی رو داریم. اگر حمایت خوبی رو دیدیم میتونیم استفاده کنیم برای حرکت سعودی. ما حتی اینجا هم اومدیم یه لانگ رو خاطرتون باشه گرفتیم. من چارت دیگر رو بیارم، توضیحات دیگر رو اونجا ارائه داده بودیم. اینجا من شیوه تاییدیه گرفتم رو هم بهتون گفتم، حتی اینجا گفتم برید تایم پایین این شکل که حرکت اتفاق افتاد میتونید معامله لانگ بگیرید که دیدیم که در ادامه همین اتفاق افتاد. یعنی اینجا این حرکت افتاد میتونستید وارد معامله بشید و خیلی ها وارد شدن و سود کردن، شات سوداشون رو هم گذاشت. اینجا دوباره همون شرایط داره صادق میشه. تایم دیلی نگاه کنیم، توی این تحلیل ما انتظار چنین حرکتی رو داشتیم. اگر خاطرتون باشه حالا من موارد اضافی رو از اینجا برمی‌دارم که انتظار چنین حرکتی رو داشتیم و گفتیم بعدش ما حرکت سعودی رو احتمالاً خواهیم داشت. ببینید که دقیقاً طبق اون انتظارمون داره پیش میره. دامیننس تتر رو هم اگر بررسی کنیم داره طبق تحلیلی که بهتون دادم در یوتیوب حرکت میکنه. پس تحلیل های قبلی رو حتما نگاه کنین. اینجا خلاصه توضیحی رو در رابطه با اون تحلیل ها بهتون دادم. یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، حتما هم عضو کانال تلگرام بشید تا تحلیل هایی که اونجا براتون قرار میدیم رو از دست ندید. نمونه مثال زیاد تحلیل اونجا گذاشتیم که میتونید خودتون برید نگاه کنید. امروز تحلیل یورو به ین رو داشتیم و حالا همچنان بچه‌ها فعال هستن و براتون تحلیل های زیادی رو قرار میدن. بچه‌ها موفق و پرسود باشید.